مقصدی آمدن عیسی. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بگذار خدا گناههای ما را پاک کنه و فکرها و دلهای ما را صاف گرداند. بعد آنکه عیسی علیه السلام زنده شد، وی 40 روز گشت و بعد پیش پروردگار زنده رفت و تا حال زنده است و باز برمیگردد. بعد از آنکه رفت، شاگردای او که مقصد حیاتش فهمیدند، رفته همش را نقل کردند. با دقت گوش کنین که شاگردش چی گفت. در کتاب مقدس چنین آمدگی است. بسم الله الرحمن الرحیم. شما همه واقعه هایی که سرتاسر یهودا شدگی خبر دارید. غسل آبی که یحیی به همه گفته بود از جلیل آوازه شده بود. عیسی ناصره را خدا به روح مقدس و قوت خودش برکت داد. بعد عیسی به همه جا رفته کارهای نیک میکرد و هر کسی در زیر دست شیطان بود آزاد کرده شفا میداد، برای که خدا با او بود. ما شاهدهای عیسی هستیم که عیسی همه کارهاش در یهودا و در بیت المقدس به جا آورد، لیکن ویها او را در صلیب کشال کرده کشتند. خدا عیسی را روز سیوم زنده کرد. بسیار کسا دیدندش و همه خودش نشان نداد، فقط به انتخاب شدگی ها یعنی به شاگرداش خودش نشان داد. ما عیسی را دیده با وی یک جای اوقات خوردیم، صحبت کردیم. او به ما فرمان داد که خوشخبر نجات به همه رسانیم و به همه فهمانیم که خدا عیسی را قاضی زنده ها و مرده ها تعیین کرده. تمام پیغمبران شاهدی میتیند که هر کس به او ایمان بیاره به واسطه او گناهاش بخشیده می شود. برای که همه حادثه نقصتر در خاطرمان مانه، بار دیگر همه قصه را یادرس می شویم. بسم الله الرحمن الرحیم. شما همه واقعه هایی که سرتاسر یهودا شدگی خبر دارید. غسل آبی که یحیی به همه گفته بود از جلیل آوازه شده بود. عیسی ناصره را خدا به روح مقدس و قوت خودش برکت داد. بعد عیسی به همه جا رفته کارهای نیک میکرد و هر کسی در زیر دست شیطان بود آزاد کرده شفا میداد، برای که خدا با او بود. ما شاهدهای عیسی هستیم که عیسی همه کارهاش در یهودا و در بیت المقدس به جا آورد، لیکن ویها او را در صلیب کشال کرده کشتند. خدا عیسی را روز سیوم زنده کرد. بسیار کسا دیدندش و همه خودش نشان نداد، فقط به انتخاب شدگی ها یعنی به شاگرداش خودش نشان داد. ما عیسی را دیده با وی یک جای اوقات خوردیم، صحبت کردیم. او به ما فرمان داد که خوشخبر نجات به همه رسانیم و به همه فهمانیم که خدا عیسی را قاضی زنده ها و مرده ها تعیین کرده. تمام پیغمبران شاهدی میتیند که هر کس به او ایمان بیاره به واسطه او گناهاش بخشیده می شود.